آقا سلام عرض میکنیم خدمت همتون با ریاکت آن رودز قسمت 7 که این قسمت اختصاص داره به 2 تا آهنگ. از کی؟ از آقای دورچی. از آقای دورچی که اینقدر دوستش دارین و گفته بودین که چرا ریاکت آهنگای دورچی رو نمیری. خب منم پاپ چیز نبود دیگه، تخصصم نبود، پس تصمیم گرفتم چون زیاد نمیتونم درباره‌اش صحبت کنم و ببینیم چجوری چه لذتی از آهنگ میبری. آهنگ خوبه، حال میکنی، حال نمیکنی، چه جاقا بخ راست هیوندای پشت سرمون توجهی هم نمیکنیم بهش یا ابوالفضل، جای خوبی هم نیستیم. عرضم به حضور شما که اینجوریه. باید ببینیم که چجوریه آهنگ عادی و آهنگ به کجا رسیدی دورچی. بریم که داشته. چرا اینجوریه اینجا؟ چرا هیچ قانونی تبعیت نمیکنن در حین رانندگی؟ یکی بغلم شیشه هاش 400% دودیه، من نمیدونم چی کار داره اصلا، چه خزی هم هست لجنزار. بریم اول آهنگ به کجا رسیدی از آقای دورچی. بسم الله. آفرین. قبول نکردم هرچی به من گفتی، قبول ندارم این همه بگاهی کجای دنیا. خوب آهنگ انرژیستیه، قشنگ انرژیست، انرژیتیک، چی نمیدونم. آقا خوب آهنگ باحالی، آهنگ با انرژی، حال میده و یه وایب تراویس اسکات هم داره فکر میکنم این برادرمون. و اینکه بریم گوش بدیم یه ذره. ببین موزیکشو خوب میاره بالا، خب جایی که باید بیاره بالا موزیکو خوب میاره. خب وکاله تا الان که به نظرم ضعیف‌تر هم موزیکشه. باریکلا، آفرین، این خوبه. باریکلا، این هم خوبه حتی. نه جمع کرد واقعا. و فقط من نمیدونم موزیک الان واقعا خوبه. خب بعد من یک جای انیم میرم تا من دارم اینم یک جای انیه، بعد آدم های خر رانندگی میکنن. حالا اینجا چیکار آمادم چیز بگیرم. میگم این ریاکت آن رودز معمولا چون توی همیشه یعنی در واقع ما کارهای روزمرگی بودن که انجام میدیم، یه ریاکتی هم اگه دوستان خواسته باشن و خودمون هم خواسته باشیم میریم. بعد الان اون جا هست که زیاد حال نمیده، دارم خریدای خونه بکنم. بعد دارم میرم سمت پایین. ساعت چنده؟ نمیدونم ساعت چنده. بریم بقیه‌اشو گوش کنیم. مثلا اینا چرا هیچ وقت باعث بشید که
دیسترکت نشید از اون بحث اصلیتون، گمراه نشید. اشتباه چی بود؟ اشتباه خوبه. آره به کجا رسید؟ جواب داد. نه خوبه واقعا. من اشتباه میکنم، یه گاری داشتم رو دورچی واقعا. تموم شد. آره این از اینو من بدم نیومد واقعا. ببین اینو من بدم نیومد راستیتشو بخوام بگم، خوب بود، ولی بازم میگم من موزیکشو بیشتر از وکال دوست داشتم. وکالش هم خوب شد، اولش به نظرم ضعیف بود، بعد دوباره بهتر شد، دست گرفت و اوکی شد.